الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اولتر از همه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد از تقدیم السلام در برنامه امروزی به عنوان چهارمین درس فضیلت استغفار را تقدیم شما عزیزان می کنم. استغفار از فضایل زیادی برخوردار است، یعنی استغفار فضایل زیادی دارد. از جمله استغفار وسیله محو شدن، نابود شدن و بخشیده شدن گناهان، یعنی الله به واسطه استغفار گناه انسان خاطئ و گناهگار را می بخشد، چون الله وعده بخشیده شدن گناه انسان گناهگار به واسطه استغفار را داده و فرموده و من یعمل سوءا، هر شخصی که انجام میدهد اعمال نامشروع و خلاف شرع را، او یظلم نفسه، یا اینکه ظلم میکند بر نفسش به سبب ارتکاب گناه، ثم یستغفر الله، بعد از آن طلب استغفار میکند از الله، سؤال می کند و طلب می کند از الله بخشش گناهش را، یجد الله غفور رحیما، پیدا می کند الله را غفور و آمرزنده، رحیم و مهربان، یعنی الله می بخشد گناهش را. استغفار وسیله دفع عذاب. هر انسان مسلمان می خواهد از عذاب الله در دنیا و در آخرت مسئول و محفوظ باقی بماند. عملی که باعث محفوظ باقی ماندن انسان مسلمان از عذاب الله می شود استغفار است. و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، عذاب نمی کنه الله قومی را که ایشان استغفار می گویند، از الله طلب می کنند بخشش گناهشان را، الله اون قوم را عذاب نمی کند. استغفار وسیله رهایی و خلاصی از هر نوع تنگی و سختی های دنیا، چون در دنیا بالای انسان انواع سختی ها، حوادث و مصائب عارض می شود. عملی که باعث خلاصی و رهایی از تنگی ها، از سختی ها، از مصائب می شود اون استغفار است. زمانی که ما به تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر کنیم، پیدا می کنیم یگانه وسیله خلاصی از مصائب و حوادث و مشاکل استغفار. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. هر فردی که لازم میگیرد، لازم میگرداند بر خود استغفار را، میگرداند الله برای اون شخص راه خلاصی از هر نوع تنگی و سختی، و میگرداند الله برای او راه خلاصی از هر نوع غم و اندوه، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزق میدهد الله برای او از آن جایی که گمان ندارد. استغفار وسیله نزول باران، نزول برکات بر زمین. در دنیا قومی از قحط سالی و عدم نزول باران شکایت می کند، لازم بگیرد استغفار. در دنیا انسانی با ضعف اقتصاد دست و پنجه نرم می کند،
لازم بگیرد استغفار را. در دنیا انسانی از بی اولادی و بی فرزندی شکایت می کند، لازم بگیرد استغفار را. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. گفتم من لازم بگیرید شما، گفتم من استغفروا ربکم، سوال کنید و طلب کنید شما از الله بخشش گناهتان را. انه کان غفارا، یقینا هست الله بسیار غفور آمرزنده، می بخشد گناه را. یرسل السماء علیکم مدرارا، نازل می کند الله بر شما باران را پی در پی به سبب استغفارتان. و یمددکم باموال و بنین، کمک می کند الله بر شما به اموال و اولاد. به سبب استغفارتان الله براتان مال و اولاد میده و پیدا می کند بر شما در زمین باغها و نهرها را. استغفار وسیله کسب همه موفقیت هاست. انسانی که می خواهد در دنیا موفقیت ها را از آن خود کنه و در آخرت نیز بنده موفق الله باشد، لازم بگیرد استغفار را.